با توجه به این اخبار که گزیده کوچکی از خبرهای این روزها در ایرانه، میتوان به نکاتی چند اشاره نمود که از آن جمله بازگشت رهبران مذهبی ایران به بربریت عربها پیش از اسلام و یا روند تکراری و شکست خورده طالبان افغانستان و وهابیان برای به انزوا کشیدن زنان در جامعه و استفاده ابزاری از آنها می باشه. ولی آنچه که مسلمه، حرکت تاکتیکی رژیم برای مذهبی ساختن بیچونه چرای جامعه به منظور سرپوش نهادن شرعی به جنایات و سرکوب‌های خود علیه مردم می باشه. مسئله‌ای که نباید از آن غافل شد اینه که رژیم ایران در پی از دست دادن مشروعیت خود نزد مردم و از بین رفتن اعتبار جهانی خود حال بران شده تا با شیوه‌های دیگر در حفظ حکومت کوشیده و به مانند تمامی حکومت‌های دیکتاتوری با زور اسلحه و چماق مردم را خاموش ساخته و پایه‌های حکومت خود را محکم کنه. امری که با سرکوب وسیع مردم در اعتراضات خیابانی آغاز و با شناسایی، دستگیری و شکنجه و سایر معترضان ادامه یافته و اینک نوبت قدم بعدی، یعنی از به در کردن زنان و به رخ کشیدن قدرت نظامی و سرکوبگر خود به مردم می باشه که برای این کار نیاز به مشروعیت دادن به جنایات خود علیه زنان داره. از آنجایی که در تمام جهان خشونت علیه زنان امری ناشایست و نکوییده شده می باشد، بنابراین سران حکومت با پوشاندن لباس دین به تحرکات خود جلوه مذهبی قانونی میدن. زنان که در همه ادوار تاریخ در حکومت‌های دیکتاتوری اسلام مورد هدف قرار گرفتند، این بار نیز در قرن 21 در ایران مورد این گونه خشونت‌ها و قساوت‌ها قرار می‌گیرند. در این بین نکاتی که جلب توجه می‌کنه اختلاف نظر در بین رهبران مذهبی و حاکمان قدرت در جناح‌های مختلف حکومت. ابتدا به پاره از این اظهار نظرها توجه می‌کنیم. در ماه‌های اخیر نمایندگان مجلس ایران و برخی مراجع تقلید شیعه در قم و امامان جمعه انتقادهای تندی از وضعیت پوشش زنان در ایران داشتند. خامنه‌ای: من میگویم چادر هم بهترین نوع حجاب، عصبه و هم یک نشانه ملی ماست که هیچ منافاتی با هیچ نوع تحریکی از زن ندارد. اگر واقعا کار اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری به معنای تحرک باشد، لباس رسمی زن میتواند چادر باشد که بهترین نوع حجاب است. محمد علی نکونام امام جمعه گلپایگان در گفتگو با مرکز خبر حوزه با بیان این مطلب که حجاب یکی از ضرورات دین است گفت: آیات قرآن کریم درباره حجاب بسیار مشخص و قابل توجه است و خداوند هم به مردان و هم به زنان فرمان رعایت حجاب داده است که البته مصادیق حجاب برای زن و مرد متفاوت است. امام جمعه گلپایگان خاطر نشان کرد آنهایی که به ظاهر دلشان برای جامعه و دین می‌سوزد، آیا نگاه نمی‌کنند که همین مانتوهای امروزی به عامل ترویج فساد تبدیل شده که باز هم به ارجحیت آن بر چادر تاکید می‌کنند؟ وی گفت چادر با استفاده از آیات و روایات پیرامون حجاب بهترین نوع حجاب است و در کشور ما نیز جا افتاده و بانوان ما نیز به این پوشش کاملا عادت کرده و آن را به عنوان حجاب خود پذیرفتند. البته طبیعی است که عده‌ای به دنبال افکار غلط خود و مبارزه با ارزش‌ها هستند. مکارم شیرازی: حجاب از گناه جلوگیری کرده و موجب می شود تا انسان به جایگاه اصلی رسیده و امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد. حجاب یک موضوع ساده نیست و علاوه بر وضعیت شرعی بودن، وضعیت اجتماعی هم داره. حجاب تنها مخصوص بانوان نیست، باید آقایان نیز حجاب داشته باشند و متاسفانه در کشور پسرها دچار بدحجابی هستند. متاسفانه پسرها با پوشیدن لباسهای تنگ و بالا زدن آستینها تا زیر شانه از عمل به فرهنگ اسلامی دور شدند. مکارم شیرازی با اشاره به نوع موی سر پسرها گفت: باید نسبت به اصلاح موی سر
و نوع لباس پوشیدن آنها فکری شود و آنها را به درستی با فرهنگ اصیل اسلامی آشنا کرد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور در جمع خبرنگاران استان کهگیلو و بویراحمد در خصوص بحث حجاب و عفاف و همچنین ناامنی در کشور اظهار داشت: حجاب و عفاف در کشور بسیار عالی است و ناامنی هم در کشور نداریم و آرامش بر کشور حاکم است. تا به این ترتیب تلویحاً اعلام کند علیرغم تذکرات و انتقادات بسیاری که در این روزها علیه وضعیت بدحجاب در کشور شنیده می شود، نگاه و روال حرکت دولت در این خصوص همانندی است که پیش از این بوده است. یوسف صانعی: در خصوص نوع و شکل پوشش افراد آزادند که هر چه می‌خواهند بپوشند و اسلام هیچ دخالتی در این بحث نکرده و به عرف جامعه و تشخیص مردم واگذار کرده است. آیا به پا کردن چکمه در زمستان برای زنان در حکم تبرج است یا خیر؟ چنین فرمود: به پا کردن چکمه چه مانعی دارد؟ در زمستان چکمه می‌پوشند دیگر. در تابستان هم کلاه‌های سرشان می‌گذارند برای اینکه در آفتاب اذیت نشوند. چه اشکالی دارد؟ تبرج اصلا این حرفا نیست. تبرج آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذ بالله بخواهد روسپیکری کند.